طلسم داستانش رو تعریف کن. داستانش داداش یه جوری بوده، یک چوپونه بوده که گوسفند که مثلا میچرونن دیگه، دیدی دیگه بهش میگن چوپان. بعد داشته گوسفندا رو میچرونه، ما هم از قدیماش دیدیم، ما گفتم بهمون این در یه غار بازه، دیگه روشناییه دیگه، روشنایی اونو دیگه میره داخل، دیده که چه خبر، گفته بده واسه روستا من ببرم من. دیگه میخواسته برداره، این غار بسته شده. آره دیگه گفته من اشتباه کردم فلان و چیکار، دوباره گذاشته باز شد دیگه. این فامیلا اومدن چند تا مجسمه کوچیک دیدن و رفتن، ولی اون اصل کاری زیره. اون اصل کاری زیره طلسم از هندوستان آوردن که چیزی رو اگر بردارن در بسته میشه. آره از هندوستان آوردن، ملا بهش میگن ملا، از هندوستان آوردن، از تاجیکستان آوردن اینجا، این طلسم باز نمیشونه. آره بعد چه دوره؟ یه دوره ساسانیان. آره ساسانیان، دوره ساسانیان. اینا هم که میگن خونه شیطان و فلان چیکار، اینا بت پرست نبودن، همش مسلمان بودن. آره میگن خونه شیطان همینا، مثلا اینجوری براتون میگم. خونه شیطان یعنی چی بوده توش؟ یعنی کافر بودن اینجوری، خونه کافرا. آره مسلمون نبودن. آره مسلمون نبودن، کافر، خونه کافر که میگن همین. خیلی هم خوب. مرسی از توضیحت. سلامت باش.